الله از بالای 7 آسمان تاکید دارد مبادا یکی کلمه اوف در راست پدر و مادرت نگویی. یکی اگر کار وزنینت آمد، یکی اگر خدمت وزنینت آمد و اوف گفتی، کل عبادتت حبطه و بیکاره شد. الله بیان دارد ولا تنهرهما، یکی پدر و مادر تا خیال دوگانه و جورت نکنی، یکی پدر و مادر تا خیالی رفیقت نکنی، خیالی رئیس و خیالی همسایت نکنی و بالای وی سیاست کنی که الله گفت 70 ساله عبادت داشته باشی همگیش بیکاره میکنم. برای یک پدر و مادر ناراحت کردن، زیرا اینا از جمله کیا بودند؟ وقل لهما قولا کریما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سوره حجرات چی زیبا بیان